خب سوال دیگری که در اینجا آمده است، گفتن بابا جان حاضر جوانهای دخترها را بدنام میکنند که از حد زیاد شده است. شما درباره این جوانها چی گفتنی دارید؟ یعنی سوال این برادر است یا خواهر است. گفتن امروز جوان پسرهای بسیار شدند که دخترها را بدنام میکنند. در حق این جوانها مقصد شما چی گفتنی دارید؟ بله برادران و خواهرای خیلی عزیز، من درباره جوان امروزه خیلی سخن زیاد دارم و از جوان امروزه هم راستی بسیار احساس خطرم میکنم. با گمان من اگر جوانای ما، خواه بچه هامان خواه دخترامون، اگر تا زمانی که در همین قلبهاتون اندیشه آخرت نداشته باشین، اندیشه مردن نداشته باشین، یا اگر شما تربیه خیر نیک نگرفته باشین، در آینده شما بسیار خطرهای زیاده. الله رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت خر به سعی آدمی نخواهد شد گرچه در پای منبری باشد. آدمی را اگر تربیت نکنند تا به 100 سالگی خری باشد. هیچ خری میگه اگر در پای منبری اگر داملا هم که بسته شده باشد هیچگاه به پند نصیحتی علما و دانشمندها آدم نمی شود. لیکن اگر آدمی را که از تربیه اگر دور ماند، انسانی که اگر تربیه را نپذیرفت، این کس گفتن تا به 100 سالگی خری باشد. یعنی انسان هم اگر خر آدم نشود، آدم خر شدنش امکان دارد. کدام وقت؟ وقتی که از تربیت دور میماند، وقتی که از شنیدن دور میماند. برای همین دادرای عزیز و خواهرای خیلی گرامی، یعنی شما یک رحم بر جانتان کنین، شما یک رحم بر آینده تان کنین، شما ایستاده و یک اندیشه کنین که خلاص یک راه درستی را برای خودتان انتخاب کنین. برای همین دادرها و خواهرای عزیز، من راستی از امروزه رفتارهایی که در جوانها احساس میکنم، این مقصد زبانهای خیلی درشت و وقتهای بیهوده گذرانیدن، شبگردی هایی که مثال در جوانای ما هستند، الله مهربان پرده کند. بسیار بسیار مشکل ها را در همین چیزها من احساس میکنم. فقط دلم میسوزد که خلاص آینده این جوان ما چگونه میشود. برای همین خواهرهایی که وقتی که شما هم که مناسبتاتون با این جوان ها هسته، رقمای تلفناتون که در دست این جوان ها هستند، وقتی بدنام تان میکنن، اگه دیگه جای گیله کردن نیست. زیرا که شما خداتون به همین چیز راه داده. شما خداتون مقصد با همکاری جوانهای هنگی و بنگی قطعی سر کار که گرفتین، بعد بدنام میشین، دیگر به سراغ شما کسی هم نمی آید. شما را کسی هم برای دیگر زن کردن و زندگی کردن انتخاب نمی کند. برای همین من بار دیگر از همه خواهرها و دادرها رساندنی هم که شما حرکت کنین که آداب و اخلاق نیک را صاحب شین. و ایلا دادرای عزیز، شما آینده هاتون بسیار بسیار تاریکه، آینده هاتون
همین است که خدا دانا است که شما دیگه دعای پدر و مادر هم گرفته نمیتونین، شما دیگه مزه زندگی رو هم چشیده نمیتونین. الله مهربان توفیق دامتد.